اتفاقات تموم نمیشن. واسه جیزل یه چند سالی گذشت. مورگان بزرگ شد و نهایتاً رابرت و جیزل بچه دار شدند. یه دختر خوشگل به اسم سوفیا. و یه لحظه جیزل دیگه هیچی نمیخواد. و اون موقع بود که اوضاع عوض شد. اولش با اون همه وسایل بچه قلشون کوچیک و کوچیکتر شد. بعد اونقدر درگیر زندگی شدن که انگار هر شب نفرین خواب به جورشون بیافتاد. ولی سخت‌ترین بخشش مورگان بود. اون تبدیل به یه چیزی شد که توی اون دنیا بهش میگفتن نوجوون. و واسه جیزل اینجوری بود که اون باید به جایی خیلی دوری بره که خودش نمیتونه باهاش بره. با این همه تغییر جیزل دیگه حس کرد که زندگی توی قلمروی نیویورک همچین زندگی پریونی نبود. و اون موقع بود که یه نشونه دید و یه هایی متوجه شد که شاید خوشبختی دائمیشون یه جای دیگه